تصور کن یه شب میان در اتاقتو میبندن و از بیرون قفلش میکنن، کلیدش هم میبرن و بهت میگن تا وقتی که دانشجو نشدی حق نداری از این اتاق بیای بیرون. این دقیقا همون حسیه که شما به یک نوجوان میدید وقتی که بهش میگید حق نداری از گوشی استفاده کنی. طبق مقاله‌ای توی مجله NIHR میاد میگه که نوجوان‌ها برای شکل‌گیری هویتشون نیاز به ارتباط با همسالاشون دارن و طبق آمار نشون داده که نوجوان‌هایی که محرومیت داشتن برای استفاده از گوشی به مراتب اضطراب بیشتری رو تجربه کردن نسبت به نوجوانایی که استفاده نادرستی از گوشی داشتن. این محرومیت صفر و صدی نه تنها اضطراب رو کم نمیکنه بلکه باعث میشه حس تعلق اجتماعی از بین بره و اعتماد به نفس رو نابود کنه. طبق کتاب آیجن نوشته جین توینگ، پروفسور روانشناسی دانشگاه سندیگو، میگه که ما باید از ترس به سمت تعادل بریم. یعنی اینکه برای اینکه بتونیم مدیریت بکنیم زندگی یک نوجوان رو، بیایم بهش آموزش سواد رسانه‌ای بدیم یا اینکه قوانین مشارکتی بذاریم. مثلا اینکه گوشی موقع شام و موقع خواب باید در دسترس نباشه، از دسترس خارج باشه و نه اینکه پدر مادر اون رو از دسترس خارج بکنن. خود فرد این کار رو انجام بده، چون ما هدفمون این نیستش که بیایم بگیم اوکی بذاریم بچه‌ها هر کاری دلشون میخواد انجام بدن. هدف اینه که یک پلی بین دنیای واقعی و دنیای مجازی ایجاد بکنیم، نه اینکه اون پل رو کلا خراب بکنیم، چون که در نهایت خود نوجوان باید یاد بگیره که چطور زندگیش رو مدیریت کنه، نه اینکه با کنترل کردنش بهش یاد بدیم که چجوری باید زندگی کنه.